در از گویم حامله‌دار هستم، بگذار مثال 4 ماهه یا 5 ماهه گفتگی، اینجا هم حتی اونش هم در چیده است، من حامله‌دار هستم. ولی از روزی که آمدم در خانه همین خوشتامن و خصول من روز ندارم بابای داملا. یعنی ما با شوهرمون همزبانیم، ما با شوهرمون یکدیگر را میفهمیم. لیکن چیکار کنم که مادرش مجبور دارد که باید این دختر حامله‌دار نمیشید، باید تو عالی قطعی این 2 سال 3 سال زندگی میکردی، تو خراکتری ای را میفهمیدی، تو ای را باید میدونستی، بعدا مقصد تو از ای فرزند میگرفتی. از این لحاظ بابای داملا من در بطنم حاضر فرزند دارم. این مادری بچه گویم خوشتامنش مجبور دارد که رفته این فرزنده مقصد از بطن این زن بگیر، تازه کن و در همین دوام میستیم، صبر میکنیم، میبینیم اگر میشدگی باشد، بعد من مقصد عروسه اعلان میکنم، انا اینجا ده بعد زندگی ها تونا و مقصد کاراتونا من میبینم گفته. یعنی از همون تحت کنترل من، از گفته من یگان قدم بیرون نمیشه. اگر مقصد قبول داری مرحمت، نداری همون گپی سفسطه پیشینه که شیرا من نمیبخشمد، من مادری تو نیستم، من تر ای خانه پیش میکنم. خلاص این خواهر چی میگد؟ بابای داملا آیا من به همین کار راضی شوم یا نشوم؟ شما چی میگین برادرای عزیز؟ در جای من خداتون تصور کنید که در همین خیل سوال باید چی جواب گویین؟ چی جواب گویین؟ اگه من سوال و جواب دارم، بر من مراجعت میکنن همچی یک برادرشون، همچی یک نصیحتگر، من چی کار کنم؟ باید چی بگم؟ بگم گپی همو خوشتامنی، بفهمی، به عقلی، به فراستی، به انصاف تا بگیر؟ من هم خیلی بگم باید. سوالی دیگر اینجا چند سوال است، لیکن من همون میگم پارچه پارچه همونها را برای شما خانم. داملای عزیز، از روزی که من این خانه آمدم، من زیر طعنه خوشتامنم قرار گرفتم. داملا التماس میکنم خاندان ما از برنامه های شما دائم پیگیری میکنن، گوش میکنن. یک صحبت درباره طعنه کردن، خاصه بر همین طعنه ای که من مالی کم آوردم. مقصد شاید بیچاره خیلی دستی کوتاه داشته است، نادار بوده است، به شرایط بوده است، مالی کمتر آورده است. تا حاضر میگد من صاحب یک فرزند با یک فرزند دیگر در شکمم، تا حاضر میشینیم طعنه ای که تو مالی کم آوردی، تو چیزی کم آوردی، تو لایق این خانه ما نیستی، تو لایق این بچه من نداری، گفته برای من طعنه میکنن. داملای عزیز، در همین باب یک صحبت میکردیم. من باور کنین حیران میشم در همین مسئله که وقتی که شما طعنه میکنین تو مالی کم آوردی، ای به انصاف، تو چند پول دادی خودت؟ این شما یک چند پول، هم $2000، همون $3000، همون $4000 و چی میشود؟ یک دختر تا 18 و 19 تربیه کردن این کاری آسانه؟ این چند $1000 میشدیمش. آخی آمدی در خانه گفتی همین تاجیکای ما خودم ماری سیاه کردی، 100 نمود زاره و تولا کردی، هزارها با روت سیاه و سفید کردی، دروغ هم گفتی بچه من ایتری است، من خودم ایتریم، خودت 1000 نیم نشان دادی. بردی همین دختره، نخوا همین کم آوردن همین سبب همین قدیل سیاهی باشد. و شما حیران میشم، من $2000 میتی، $3000 میتی، یک ماشین بار میره در خانه میسپاره،
دخترش میاره میسپاره با مورد تنه آخی زیبی تنه تو داری، زیبی تنه تو داری، زیرا که با 2-3 هزار دلار تو آمده در خاندان دختردار با جبر کردگی، 10,000 دلار 20,000 دلار بار بردگی، با دخترش بردگی، با تنش میکنی. اما یک تاجیکای ما یک مقال دارن، زبانی میگه دزدغر درازه، نه که با زبانی تو درازه. تا جای خجالت حس کنی که آقا من چی دادم که من از این قدر بارو به تو الان که تو عقل فراست داشته باشی هیچگاه با بار و با مال او باید نظر نکنی، با اخلاق او نگاه کن، با رفتار او نگاه کن. هزار حیف میگم بر همون مردهایی که همین خیل خوشتامنها مثال کلینها را تنه میکنن در بر همون زن شیشتگی او یک دهنگب نمیزنی. من نمیدونم تو در او خانه تو چی نقش داری، تو در او خانه چی نقش میبازی. و چرا مثال او وقت تنه کرد تو مثال همچی یک رهبری خانه، خداوند در قرآن الرجال قوامون علی النساء گفته، یعنی رهبر مثال تو همچی یک کلانتری خانه به حساب میره. یک دمک نمیگوی ای مثال زنک اوی چی کاره تو بیا روز ما بتی آخی همین گپ شی همین کار شی آخی بار نگاه که تو چند سوم دادی که این قدر بارو به تو از این طلب داری. برادر عزیز من نمیدونم همه کار در دستی زنه. بیچاره خودشان میگن، من از کجای گپوره از خودشان میگن نه خسرم بسیار آدمی خوبه وای در گپ نمیرسه، او را گپ زنی هم نمیمونه. خیلی گپ به تو نرسه، گپ زنی نمانند تو در او خانه چی کار میکنی. همون خدا رحمت کنه شیخ سعدی چی میگه، یک مصرای شعریش نویسانده بدون، میگفت اگر زن ندارد سوی مرد گوش، خوب گوش که مرده که زن زندگی بچه تا ویران کیسته، خب در خانه تلاطم انداخته است، در خانه مصیبت آورده است. خب لیکن تو وقتی که خاموشی و سخنی نمیگوی من برای تو مراجعت دارم. ترا شیخ سعدی گفته است اگر زن ندارد سوی مرد گوش، سراویل و کهلش در مرد پوش. میگه که بگیریم لباساتون رو عوض کنیم، لباسای مردکی تبته در دست انمو زن تو، لباسای او را تو بپوش، برای که دستی تو در این خانه هیچی نمی آمده است، یعنی تو در اون خانه هیچ کس نبوده. بسیار بخشش میپرسم، کم کم عصبانی میشم، کم کم در احساسات داده میشم. اگر چندی من آدم احساساتی نیستم، ولی من یک